خب رنا کولیوس رو داریم 2017 جهت تعویض روغن گیربکس و فیلترهای گیربکس مراجعه کردن. فیلتر خنک کن، فیلتر کف و محل زدن کانکتور از خود خنک کن. یکی از لولای باریک رو باید در بیارید. لولای کلفتر مربوط به آب، لولای نازکتر مربوط به روغن. پیش بریم ببینیم به کجا میرسیم. خب طبق کاری که ما باید برای گیربکس CVT انجام بدیم، اول از کف ما روغن رو کشیدیم که وضعیت گیربکس رو بسنجیم. اینم از وضعیت روغن گیربکس. پلیسر نداره خدا رو شکر، سرویسش انجام شده ولی بدون فیلتر. ما الان فیلتر رو عوض میکنیم. خب ما مرحله اول رو چون با از طریق پیچ درین، پیچ کف تخلیه کردن الان نمیاد، درسته؟ و روغن هم براشون از ایکس اویل CVT NS3 استفاده میکنیم. خیلی مهمه، چیزای تخصصی رو برای ماشین تخصصی نسل 3 استفاده کردم. خب فیلترها باز شد. اول فیلتر پایین رو ما باز کردیم، فیلتر بالا رو هم باز کردیم. فیلتر خنک کن تر و تمیز مرتب و این هم که در پوش و این هم فیلتر و اورینگش. همین الان هم یک بچه ها زنگ من زده در مورد گیربکس CVT میپرسن. امروز روز CVT. خب آن رو بار داریم تمیز میکنیم. کف کارتر خودش واشر داشت، واشر جدا هم براشون میندازیم میبندیم که ایشالله عشق کنه. رفقا واشر کارتر گیربکس هم بسته شد، فیلتر کف عوض شد، فیلتر خنک کن عوض شد. الان هم به راحتی میریم سراغ بستن کارتر. نکته بعدی که باید بهتون بگم، زمانی که واشر میزنید خیلی فرق داره ترک صفر کردن پیچ ها با زمانی که میخواید با چسب ببندید. حواستون باشه واشر نباید ترک بخوره. اینو خیلی نکته اصولی و مهمیه که با خدمتتون میگفتم و رعایت میکردید. خب اینم مرحله انتهایی. کل جاهایی که کار داشتیم و دقیق بررسی میکنیم از لحاظ نشتی و اگر عیبی ایرادی چیزی داره گردنگیرمون رو درست خواهیم کرد. اینم با افتخار و عشق تقدیم مشتری. سینیش هم ببندیم بریم یه دوری هم باش بزنم و تحویل بدیم. زنده باشید. آقای مهندس از همون تعریف میکنن، بزرگواری میکنن. محبت کردین، ماشین همه چیش خوبه، گیربکس هیچ مشکلی نداره. خدا رو 100,000 مرتبه شد. اشکال نداره خودتون هم یه فیلم بگیرم عزیزم. آقای نصیری داداش گلمون تشریف آوردن، بنده نوازی کردن. زحمت کشید. زنده باشی. انجام وظیفه و کسی از طرف آقای نصیری بیاد اینجا جاش رو سر ما. عزیز دل. پس راضی؟ راضی. خدا رو 100,000 مرتبه شد. اینم اتمام کار. یا آدم میچسبه سینه صندلی. خب در مجموعه اتوسرویس دانش بنیان بلوار امیرکبیر شیراز در خدمت عزیزان هست.